با مقصد پیشگیری از بیماری‌های سرایتی و تامین سالمی ساکنان و مهمانان مرکزی مأموری ولایت سوخ شهر خوجند بی‌ضررگردانی نوبتی گذرانده شد. این نوبت کارهای بی‌ضررگردانی با جلب یک قطار کارمندان واحدهای مخصوصی خدمات آتش‌نشانی شعبه ریاستی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردیدنی شهر، مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر خوجند و دیگر ساختارهای شهرداری با سفربرکنی ماشین‌های مخصوص و دستگاه‌های بی‌ضررگردانی صورت گرفت. کارهای تمیزگردانی نخست در جاهای جمعشوی آدمان، کوچه و خیابان، موضع‌های فراغتی، ایستگاه‌های نقلیاتی، بازارها و غیره مانده شد. همین گونه تدبیرهای بی‌ضررگردانی همه‌روزه در کمیته‌های محله‌ها صورت گرفته شده است که هدف تأمین صحتی عامه و پیشگیری همه گونه بیماری‌های سرایتی میباشد. باید قید نمود که در برابر گذراندن کارهای بی‌ضررگردانی از جانب شهروندان بخصوص در جایهای جمعیتی قاعده‌های بهداشتی رعایت کرده شود، وگرنه این تدبیرها نتیجه مثبت نخواهد داد. متاسفانه عین حال نه همه ساکنان شهر چنین طلبات حتمی را رعایت میکنند. طوری از مشاهدات برمیآید امروز اکثر شهروندان در جایهای جمعیتی و سیرآدم بدون نقاب و رعایت نکردن فاصله اجتماعی گشت و گذار میکنند که این از بی‌احتیاطی و ناپسندی ایشان درک میدهد. دقت همشهریان عزیز، از شما احترامانه خواهش می‌نماییم که خود و نزدیکانتان را از بیماری سرایتی کرونا ویروس احتیاط نمایید. در خانه نشسته به ضرورت به کوچه نبروید. هنگامی به کوچه برآمدن حتما از لباس‌های طبی استفاده نموده حالتهای بی‌نقاب روا نمودن مردم، بی‌رعایت فاصله مقرر گردیده در کوچه و خیابان، بازارها، نزد بانکمت‌ها و نقلیات جمعیتی بیشتر مشاهده می شود. تا حال مردم نسبت سلامتی خود بی‌اعتنایی نموده و جان خود خطر ایجاد نموده ایستادند. از این لحاظ از شهروندان احترامانه خواهش می‌نماییم که توصیه‌های سازمان عمومی جهانی تندرستی و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان را رعایت نمایند، زیرا آن شرط مهم و ضروری در مبارزه با این وبای عصر است.